به مجموعه خبرهای این ساعت از تلویزیون یک با من احمد شاه شکوهمند خوش آمدید. منابع به تلویزیون یک گفته‌اند که جنرال اکرام الدین سری، فرمانده نظامی در حکومت پیشین، از سوی سازمان استخبارات پاکستان و برای ایجاد اختلاف میان افغانان و کشورهای منطقه در ایران ترور شده است. پیشتر نیز حمله پهپادی در ولایت خوتلان تاجیکستان صورت گرفت که سازمان استخباراتی روسیه آن حمله را به رژیم نظامی پاکستان نسبت داد. این در حالی است که امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی پیشتر نیز گفته است که گروه‌هایی در خاک پاکستان حضور دارند و برای بی‌ثباتی و به اعتمادی میان کشورهای منطقه فعالیت می‌کنند. بلال آریان. جنرال اکرام الدین سری، فرمانده امنیه ولایت‌های تخار و بغلان در حکومت پیشین، چند روز پیش در تهران ترور شد. به تازگی منابع به تلویزیون یک گفتند که پشت پرده ترور آقای سری دست استخبارات پاکستان بوده و برای آنکه انگشت اتهام به سوی امارت اسلامی نشانه گرفته شود، رژیم نظامی پاکستان از پیش یک سلسله تدابیر فریبنده را روی دست گرفته است. پیشتر نیز در حمله‌های پهپادی بر خاک تاجیکستان در مرز با افغانستان و پس از کشته شدن چند شهروند چینایی در نتیجه این حمله ها، منابع استخباراتی روسیه ادعا کردند که حمله های اخیر بر خاک تاجیکستان با پشتیبانی مستقیم ارتش پاکستان صورت گرفته است. پیش از این اما امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی گفته که حلقه های خاصی وجود دارند که برای بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی میان کشورهای منطقه فعالیت می کنند. نموږ تشویش ده چې ځینې مغرضې کړۍ غواړي چې د دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب کړي او دلته داسې یو فضا رامنځته کړي چې وضعیت نه ارامه وښیي. ولله الحمد لکه په ټول افغانستان کې چې امن ده، په بدخشان کې هم داسې امن ده. داسې پورې غاړه څه ستونزه پیښه شوې ده، په دې کې هم همکار یو. داسې له ټولو ګاونډیانو سره همکار یو چې زموږ خاوره د چا په ضرر باندې استعمال نشي. در همین حال آگاهان سیاسی میگویند در 5 دهه گذشته در افغانستان بی‌ثباتی چشمگیری وجود داشت و اتفاقهای ناجایز استخباراتی فرامنطقه‌ای ناشی از آن بی‌ثباتی به میان آمد. طی 5 دهه در افغانستان که بی‌ثباتی بود، ناشی از این بی‌ثباتی استخبارات منطقه و فرامنطقه و به سطح بین الملل کارهای ناجایز صورت گرفته. ما در این مدت حکومت مستحکم پا برجا نداشتیم طی 5 دهه که بالاخره مبارزه علیه استخبارات بیرونی هم در نظر گرفته باشد. با این همه باورها بر این هستند که رژیم نظامی پاکستان به دلیل سیاست‌های چند پهلو غیر شفاف و ناکام آن کشور در قبال افغانستان و منطقه در وضعیت پیچیده‌ای قرار دارد و به پرتگاه سقوط رسیده است. به ادامه خبرها خوش آمدید. وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان میگوید که تحولات اخیر در یمن را از نزدیک دنبال می کند و تلاش‌های انجام شده از سوی طرف‌های زیرب در راستای حفظ وحدت ملی، صلح و ثبات یمن را می‌ستاید. این وزارت در اعلامیه‌ای از تمامی طرف‌ها خواسته از هر گونه اقدامی که وحدت و ثبات یمن و امنیت منطقه را تهدید می‌کند خودداری کرده و مشکلات خود را از راه‌های گفتگو حل کنند. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث اعلام کرده است که در پی باران و سیلاب‌ها در 3 روز گذشته در 11 ولایت کشور 12 نفر جان باخته و 11 تن دیگر زخمی شده اند. این ولایت‌ها شامل کاپیسا، پروان، دایکندی، ارزگان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات و فراه می‌شوند. بر بنیاد اعلامیه این اداره در این مدت 274 خانه به گونه کامل و 1558 خانه دیگر به گونه قسمی تخریب شده است. دا چې یو ځل بیا په ټول هیواد کې د بارانونو او واورې اورېدو یو نوې صفحه پیل شوې ده. له همدې امله په ډېرو ولایتونو کې بارانونه او واورې اورېدلې دي چې له امله یې سیلابونه رامنځته شوي دي. له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې چې په تېرو 2 ورځو کې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې بارانونه او واورې اورېدلې دي او سیلابونه هم راوتلي دي. له همدې امله په کاپیسا، پروان، دایکندي، ارزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو له امله له بده مرغه زموږ 12 تنه هیوادوال شهیدان سوي او 11 کسان ټپیان سوي دي. همدارنګه 240 کورونه په بشپړ ډول او 1558 کورونه په نیمه ډول ویجاړ سوي دي.
به ادامه خبرها خوش آمدید. تظاهرات در ایران امروز وارد 5مین روز خود شد. رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که حکومت آن کشور در تلاش است تا با اعمال تعطیلی‌های گسترده و استقرار نیروهای سرکوب در خیابان‌ها اعتصابات و تجمعات اعتراضی را مهار کند. اعتراضها در ایران به دلیل مشکل‌های اقتصادی، افزایش تورم، سقوط ارز تومان و گرانی کالاهای اساسی در تهران آغاز و به تدریج در شهرهای بزرگ کشور گسترش یافته است. ساجده کلمی. در 5مین روز تظاهرات ضد حکومتی در ایران، معترضان در لردگان استان چهارمحال و بختیاری تجمع کرده و شعار این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده سر دادند. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که حکومت آن کشور در تلاش است با اعمال تعطیلی‌های گسترده و استقرار نیروهای امنیتی در خیابان‌ها، اعتصاب‌ها و تجمعات اعتراضی را مهار کند. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری گفته نارضایتی مردم تقصیر حکومت است نه امریکا و اگر درست تصمیم گرفته شود مشکل حل خواهد شد. ما میتونیم این کارا رو بکنیم. مردم ناراضی هستند، ما مقصریم، شما مقصرید. دنبال آمریکا نگردید، دنبال نمیدونم کسی دیگه نرید. ماییم که باید خدمت بدیم و اونا از ما راضی باشن. ما این باید که منابعمون رو درست مدیریت کنیم. ما این باید راه پیدا کنیم و مشکل حل کنیم. ما این باید که تلاش بکنیم و این مشکلات رو براش راه حل پیدا کنیم. واسیم بگی آقا بدید ما خرج کنیم. ما مدیر هزینه شدیم، مدیر درآمد و کیفیت و کارایی و بهره‌وری نشدیم. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، معترضان به دلیل مشکل‌های اقتصادی، افزایش تورم، سقوط ارزش تومان و افزایش قیمت کالاهای اساسی دست به اعتراض زدند. این اعتراض‌ها که ابتدا از تهران آغاز شد، دامنه آن به اصفهان، اهواز، شیراز، کرمانشاه و نجف آباد نیز گسترش یافته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که مردم در این تجمع‌ها شعارهای سیاسی نیز سر دادند و برخی ماموران امنیتی برای متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک مستقیم کردند. این اعتراضها با واکنش‌های جهانی نیز همراه بوده است. وزارت خارجه ایالات متحده در شبکه اجتماعی ایکس نگرانی خود را نسبت به خشونت و بازداشت معترضان ابراز و تاکید کرده که جمهوری اسلامی باید سرکوب مردم را متوقف کند. وضع این تحریم‌ها تاثیراتی به شدت جدی در خصوص ایجاد تورم بازار ارز و معیشت مردم داشته است. بنابراین اعتراضاتی که در طی این چند روز شکل گرفته است ممکن است یک بخش آن ناشی از این نارضایتی‌ها باشد و در مقابل هم یک سری علاقات مطرح هستند و می‌خواهند از شرایط موجود استفاده سو بکنند، از احساسات مردم استفاده سو بکنند و تبلیغاتی رو علیه نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران داشته باشند. گفتنی است که ایران پیش از این نیز شاهد اعتراض و نارضایتی‌های گسترده اقتصادی و اجتماعی بوده است. در یک از این اعتراض‌ها که به دلیل مرگ دختری به نام مهسا امینی و مخالفت با حجاب اجباری به حقوق پیوست منجر به کشته شدن بیش از 500 نفر و بازداشت بیش از 22,000 تن شد. مسئولان تربیت بدنی تخار از گشایش یک باشگاه ورزشی زیر نام شیران خراسان در شهر طالقان خبر داده اند. به گفته آنان این کلپ مبارزات آزاد با امکانات مدرن ورزشی مجهز بوده و مالک آن بیش از 300,000 افغانی در راستای ایجاد و فراهم آوری سهولت برای ورزشکاران هزینه کرده است. جان آقا امانزاده گزارش فرستاده. گشایش یک کلب ورزشی مبارزات آزاد زیر نام شیران خراسان در شهر طالقان مرکز تخار، مسئولان تربیت بدنی تخار در برنامه افتتاحیه این باشگاه میگویند ثبات دائمی و علاقه‌مندی جوانان به ورزش سبب شده است تا شماری از جوانان ورزش دوست در بخش فراهم آوری و سهولت برای ورزشکاران ایجاد مرکزهای تمرینی سرمایه‌گذاری کنند. به گفته آنان باشگاه مبارزات آزاد شیران خراسان با امکانات پیشرفته تمرینی مجهز و علاقه‌مندی میتواند در آن تمرین کند. به این شکلی که یک جامعه برای اقشار مختلف نیازمند هست، در بخش طبابت ما نیازمند هستیم، در بخش مهندسی، در بخش‌های مختلف. به این ترتیب ما جامعه ما هم نیازمند است که ما در رشته ورزشی هم قهرمانایی داشته باشیم که به نمایندگی از کشور ما بروند در رقابت‌های بین‌المللی اشتراک بکنند، باعث کسب افتخار هم برای خانواده خود شوند هم برای کشور عزیز ما افغانستان شوند. دین نبوی اسلام و شریعت اسلامی
برای صحت و سلامتی بدن و برای قوت و نیروی بیشتری انسانها را تشویق به تمرینات مناسب نموده است که باید با گذشتاندن تمرینات مختلفی بتوانند جسم قوی سلامت زیبا در بدنشان داشته باشند. در عین حال مسئولان باشگاه شیران خراسان در حالی که از سرمایه‌گذاری 300,000 افغانی به خاطر ایجاد این مرکز تمرینی سخن میگه، تاکید میکند که گشایش یک مرکز تمرینی برای جوانان برابر با یک مرکز صحی و جوانان مصروف ورزش هستند از دخانیت بیماری های روحی و جسمی به دور خواهند بود. ما این کلپی که اعمار کردم حدود 3 لک افغانی سرمایه گذاری کردم و حدود 50-60 شاگرد داریم که انشالله روز به روز بیشتر میشه و تمرین ها را آغاز کردیم، پرفشار آغاز کردیم. انشالله برنامه خاصی داریم برای فایترها که فایتای خارجی بیرون از کشور برشان جور کرده رایستیم. ما با مچمگرها گپ زدیم. انشالله هدفمون خدمت برای ورزش است و فایتر قهرمانا را انشالله به زودی میبریم کشورهای دیگه برای پرچمداری کنن برای افغانستان. پیام ما همین است: ورزش سلامتی میاره، بیاین ورزش کنیم و همیشه صحتمند باشیم. خیلی خوشحال هستم که همچین کمپی در ولایت تخار جور شده و بهترین قهرمانا و بهترین فایترها میتونیم ما در اینجا آموزش بده و بهترین فایترها میتونیم در سطح جهان ما داشته باشیم ان شاء الله. پیام ما این است که به جوانا و قهرمانای عزیز ورزش کنن دیگه، بتونیم که ما کمربندای سازمانی مثل UFC و کمربندای خیلی سازمانای بالا رو بتونیم در ولایت تخار و کشور افغانستان بتونیم بیاریم. گفته می شود که در چند سال اخیر علاقه‌مندی جوانان تخار به ورزش‌های مبارزات آزاد افزایش یافته و همه سالا ورزشکاران تخار با حضور در مسابقات ملی و بین المللی برای کشور و ولایتشان قهرمانی می آورند.